وقتی به یه نفر میگم نمیتونم، قبلش 1000 بار با خودم جنگیدم. وقتی یه نفر به شما میگه نمیتونم، شما در جواب سری دنبال راه حل نباشید و بهش بگید اگه برنامه‌تو تغییر بدی میدونی اگر که بالا پایین کنی برنامه‌تو حتما میتونی شرایطتو تغییر بده، یه ذره زودتر راه بیفت. ولی اون آدم شاید توی ذهنش قبل از اینکه به شما عنوانش کنه 1000 بار با خودش جنگیده و برنامه‌شو بالا پایین کرده، دوست داشته بیاد ولی نتونسته و حتی گفتن نمیتونم هم شاید براش خیلی سخت بوده و شما به جای دادن راه حل میتونید اون رو بپذیرید. شاید اون فقط مشکلش اینه که شما الان مورد اون رو بپذیرید. به وقتی آدم‌ها از نتونستن و محدودیت‌هاشون برای شما صحبت کردم، نیازی نیست که همیشه به اون آدم راه حل بدیم. فقط میتونیم بگیم مرسی که گفتی، میفهممت، میدونم دوست داری ولی نمیتونی. همیشه راه حل دادن نشانه همدلی نیست. شاید صمیمانه ترین راه همدلی پذیرفتن حرف طرف مقابلتون باشه.